هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. اینجا دژ رشکانه، بریم از نزدیک ببینیم. جهاندار پیروز گفتیم ری است، که آرام شاهان فرخ پی است. در ادامه بحث‌های ما از ری امروز به دژ رشکان رسیدیم. پیشتر هم گفته شد که ری در زمان اشکانیان ارشکیه نامیده می شده است و پایتخت بهاره شاهان اشکانی و پس از آن هم پادشاهان ساسانی بوده است. اینجا نوشته باروی شارستان. اولین تابلویی هم که دیدیم نوشته بود کهندژ. یه توضیح اینجا بدم. در گذشته هر شهری 3 بخش داشته. ربز بخش بیرونی شهر بوده و بخش غیر مسکونی. شارستان بخش مرکزی و هسته اصلی شهر بوده، یعنی منطقه مسکونی که اونجا می نشستن. و کهندژ اون دژی بوده که دور شهر و برای محافظت از شهر می گرفتن، که البته محل استراحت و آرام پادشاهان و درباریان هم همین قسمت بوده. شاید که از دلایلش این بوده که چشمه‌ای در اینجا هست و معمولاً جایی اقامت می کردن که اونجا آب باشه. بریم با هم ادامه رو ببینیم. اولین جایی که مستقیما به دژ رشکان اشاره شده کتاب النغز، کتاب بسیار مشهوریه که اونجا میگه اولا لشکر آل مرتضی باشد، جوان مردان در مسلحگاه و معتقدان در رشکان. رشکان همون تلفظ عربی یا معرب رشکان هست، یعنی همینجا. باز بریم بالاتر. اولین کسی که تحقیق و کاوش رو در اینجا شروع کرد حدود 75 سال پیش پروفسوری بود به نام اشمیت، آلمانی بود و نتایجش و تحقیقاتش منجر به کشف یک سری هم وسایل شد، ابزار شد و همچنین یک بخش‌های نامکشوفی، حتی بقایای مسجد جامع ری رو هم همین در تحقیقات آقای اشمیت کشف شد. اما خب مرگ زود هنگام او باعث شد که هم تحقیقاتش نیمه کاره بمونه و هم حاصل اون تحقیقات هیچ وقت چاپ نشه. بعد از اون باستانشناسانی اومدن و جالبه بدونید این بخشی که الان دارید ملاحظه میکنید در همین کاوش‌های بخش دوم، دوره دوم کشف شد. دیواری که طول آن به 11 متر میرسید ولی خب الان تقریبا چند متری بیش از اون باقی نمونده. این تا زمان دوره قاجار هم برپا بوده ولی خب امروزه به دلیل گسترش شهر و مسائل دیگه فعلا به این وضعیت رها شد. خب اینجا بلندترین نقطه از آن چیزی است که ما با نام در رشکان یا دژ رشکان میشناسیم. گفتیم خب اینجا کاربرد نظامی داشته. در کشفیات و اون تحقیقاتی که انجام شده بود روی دیواره این دژ سوراخ‌هایی هم بوده که مورخان حدس می‌زدن برای محافظت از شهر و تیراندازی بوده. اتفاقا اولین ابزاری هم که اینجا به دست اومد یک سری وسایل جنگی بود متناسب با کاربرد همین دژ که کاربرد نظامی داشته. یک کاخی هم اینجا کشف شد به نام کاخ سیاوش که باز مورخان حدس زدن که مربوط به سیاوش پسر مهران، آخرین بازمانده از ساسانیان باشه در ری. اما اون ابزارهای دیگه‌ای که کشف شده بود مقداری ابزار نظامی بود. بعد در تحقیقات دوم چند سفالینه پیدا شد، مقداری سکه به
سلسله های پیش از اسلام و مقداری هم در قرن اول و دوم هجری، به علاوه مقداری خشت مربع شکل که بیشتر مصالح اون موقع بوده که به کار رفته و بعد هم کشف شده. گفتیم اینجا به این خاطر بهش میگفتن دژ رشکان، مربوط به ارشک یکم، بنیانگذار پارتیان یا اشکانیان بوده و پس از او پادشاهان دیگه‌ای هم به افتخار همون ارشک، بنیانگذار اشکانیان، نام خود رو یا پیشنام خودشون رو ارشک میگذاشتن. اون استفاده نظامی و اون سوراخ‌هایی که توی تحقیقات دوم کشف شده بود و گفتن برای استفاده نظامی تیراندازی بوده، همین سوراخ‌هایی که روی دیوار بیرونی قلعه و از اون ور دیوار داخلی قلعه دارید می‌بینید. شهرستان چیه؟ شهرستان یعنی همون بخش مسکونی شهر، اینی که تابلو زده یعنی اون بخش مسکونی بوده، ربز بخش بیرونی بوده و اینجا کهندج بوده. واقعا یه جا فرخی سیستانی در مرگ محمود غزنوی قصیده‌ای داره، وسطاش میگه که کاخابی نم پرداخته از محتشمان، همه یک سر ز ربز برده به شهرستان با. تاریخ سیستان هم میگه مردمان ربز به مردمان شهرستان پیوست. ربز اگه هومه بود بهش میگفتن سواد هم میگفتن سواد شهر یعنی اطراف، ولی واقعا هم بسیار زیباست، هم احساس خیلی خوب و تأمل برانگیزی به آدم میده. در حال آنچه که رودکی گفت، هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. خیلی ممنون که با ما همراه بودید، با ما باشید. انشاءالله از مناطق و جاهای دیگر شهر ری با شما باز هم همراه خواهیم بود.